برادرایی که در فدراسیون روسیه هستید، مشکلی از حجت ها دارید و نمیتوانید چگونه به سرحد قزاقستان گذارید، این همه مشکلی شما حل شد. اکای رحیم و اکای صابر در خدمت همه برادرایی هستند که مشکلی از حجت هایشان دارد. مرحمت بر روی رقم‌های در اکرام زنگ زنید. السلام علیکم دوستان عزیز، برادران و خواهرانی که ما را در شبکه کاروانی امور تماشا میکنید. خداوند هستم شما روزی باشد. هستم شما خواهش میکنم که موضوع ما را تا آخر خوب گوش کنید، انشاءالله خواهید فهمید. در این جایها فرشته ها نمی شوند. هر یک فرزند آدم به خود 8 فرشته دارد. این فرشته ها 4 تایش در روز و 4 تای دیگر در شب کنار ما می شوند. از این 4 فرشته 2 تایش ما و شما را از خطر و بلاها نگه می دارد، البته با اذن پروردگار، و 2 تای دیگرش عمل‌های کرده ما را می نویسد. پیامبرمان محمد صلی الله علیه و سلم گفتند با شما فرشته هایی هست که هیچ جدا نمی شوند، اما هنگام شما در حاجتخانه و در حالت علاقه جنسی باشید آنها از شما دور می شوند، پس به آنها به حرمتی نکنید گفته تأکید کرده بودند. خداوند بر ما فرشته های رحمت را آفریده است. آنها برای ما هر دائم فایده می رساند، اما بعضا این فرشته ها شما را ترک می کند، چگونه که گفتیم در حالت علاقه جنسی و در حاجتخانه بودند. و به این 10 جا فرشته های رحمت داخل نمی شوند. یکم، خانه که در آن صورت انسان یا هر گونه صورت هایی که غیر از دین مبین اسلام باشد یا اینکه هیکل باشد. دوم، خمر، یعنی جایی که در آنجا عرق خورده بنشینند. سوم، جایی که قماربازی میکند و به قمارخانه ها. چهارم، جایی که در آنجا گناه کرده ایستاده باشند. پنجم، جایی که سگ باشد، یعنی در هر خانه که در داخل خانه سگ پرورش کنند و آنجا فرشته های رحمت داخل نمی شوند. ششم، خانه که جنوب داشته باشد. بسیار انسان های هست که در حالت جنوب در خانه های خود می گردند. هفتم، به خانه که اصحاب های موسیقی باشد. هشتم، به خاندانی که هیچ مهمان نمی آید. نهم، به خاندانی که عورت انسان گشاده باشد. دهم، به خانه‌ای که پدر و مادر به حرمتی کرده می شود. و این 10 جایی که نقل کردیم فرشته ای رحمت داخل نمی شود. البته به جایی که فرشته نمی درآید به آنجا شیطان داخل می شود. به خانه‌ای که فرشته نمی درآید شیطان داخل شده فتنه می اندازد. به خاندانی که مهمان می آید در آنجا فرشته ها در حق خاندار دعا می کند و اگر به خاندانی که مهمان نیست از دعای فرشته ها مرحوم می شویم. بس همین سبب می گویند مهمان عطای خدا هست، پس کاری کنیم فرشته های رحمت هیچ از ما دور نشوند.